سلام، این اولین ویدیوی تو منه که میکاپ هم میخوام آموزش بدم. امشب میخوام برم بیرون. گفتم این میکاپی که خیلی کامله و خیلی همه چیز ست، کل شب قراره بمونه. واسه این میکاپ از تکنیک آندر پینتینگ استفاده کردم، تکنیک مورد علاقمه، تکنیک مری فیلیپس، میکاپ آرتیست کندال جنر و هیلی بیبر و خیلی دیگه از سلبریتی های دیگه است. باعث میشه پوست حالت طبیعی در این حال پرفکتی داشته باشه. خب من معمولا واسه اینکه بخوام میکاپم خیلی خوب روی صورتم بخوابه از یه تونر استفاده میکنم، یه حالت برق خاصی به پوستم بده. اصلا دلیل نداره اگه پوستتون چربه فکر کنید مرطوب کننده نباید بزنید یا تونر نباید بزنید، پوستتون نباید مرطوب باشه. بعد از این مرطوب کننده کوزاریس خب الان که پوستم آماده است، کانتور و کانسیلر و رژگونه و برانزر و هر چیز کرمی که هستش میزنیم روی اون کرم پود میزنیم. با یه براش این شکلی میزنم روی این کانتور مستقیم، بعد یه ذره پشت دستم میزنم اضافه هاشو این شکلی ببرم. میام اونجایی که خود گونم حالت عادی سایه انداخته حالا کاری که میکنم از این کرم پودر آرمانی میزنم روی دستم، دوباره از همین مرطوب کنندم میزنم توی این، یه دونه براش که سرش این شکلی رو برمیدارم، اینا رو کف دستم با هم دیگه میکسشون میکنم. بعد از این کرم پودری که کف دستم زدم که مونده، همینو میمالم به گردنم. دستم برم بشورم. قبل اینکه صورتمو با پود ست کنم یه دونه کانسیلر که رنگ دقیقاً پوستمه، جایی که بیشتر یه ذره دوست دارم کاور بشن و یه نقطه از این کانسیلر میزنم، یه ذره از این کانسیلر میزنم، یه ذره از بلاشی که روی صورتم زده بودم میزنم کنارش. بعد با این دوتا رو با هم دیگه میکس میکنم. این کارو میذارم مرحله آخر میکنم به خاطر اینکه میخوام یه جاهایی مثلا این نقطه که روی صورتم هم کرم پودر هست هم رنگ بلاش هستش، دقیقاً رنگی که اینجا هستش همونو بتونم در بیارم. آرش کردم واقعا مثل نقاشیه واسه من، یه آرت به نظرم. میبینی اینجا رو اگه فقط کانسیلر خالی رو میزدم، این قسمت چون که بلاش داشتم انقدر طبیعی در نمیاد، انگار یه نقطه سفید وسط یه جایی که یه ذره یه رنگ صورتی هم داره میافتاد. این شکلی خیلی طبیعی تر میشه. توی این مدت که تا اونو درست کنم این کانسیلرهایی که زده بودم یه ذره بهشون زمان میدیم، کاورجش بیشتر میشه این شکل. بعد از این برانزر کریمی استفاده میکنم، یه دونه براش این شکلی اضافیاشو دوباره میزنم پشت دستم، فقط روی قسمت های برجسته پوستم ضربه میزنم. بعد یه دونه پرست پاودر برمیداریم، مال من نارسر، فقط میزنم روی زیر چشمم، جاهایی که دوست دارم برقش رو بگیرم، کل پوستم رو نمیذارم. این برقی که رو پوست میفته خیلی خیلی خوشگله، نشون میده که یه پوست سالم داریم. ولی این قسمت های این وسط ها که منافذ زیادی داره و چربی تولید میکنه، اینجاها زیاد قشنگ نیست. قشنگ برقشو میگیرم، میبینید چقدر قشنگ مثل یه فیلتر عمل میکنه. اینو من همه جا باهامه، یعنی هر جا میرم این توی کیفمه، تو کوچیکترین کیفم هم جا میشه. آرایش چشمو انجام میدم. این پالت کایلی جنر، این رنگشو که از همه بیشتر نزدیک به رنگ برانزریه که زدم، اسم رنگش هم نوده، بدون براشی که تراکم موهاش اینجوری پراکنده باشه. یه کوچولو هم میتکونم. براشم از اینجا بگیرین که خیلی فشار زیادی روی صورت نیاره. این شکلی به کل زیر استخون چشمم میزنم. میبینین تهش هم این شکلی فید میکنم، میبرم به بیرون. بعد همین رنگو زیر
چشمم میزنم دقیقا روی خط موجه. بعد از همین پالت این رنگش رو که خیلی رنگ سردی داره ازش برمیدارم، با همون برشم باشه اوکی، مشکل نداره. اون جاهایی که کانتور کرده بودم در واقع فیکسشون میکنم. واسه کانتور بینی من هیچ وقت این جاهای بینیمو کانتور نمیکنم، به خاطر اینکه به فرم بینی من نمیاد. به نظرم واقعا واسه صورت هر کس یه کانتوری قشنگ میشه. من خودم این قسمت بینیمو وقتی که این شکلی یه دونه بالاش خط میندازم خیلی حالت عروسکی تر و بانمک‌تر میشه. حتما نباید همه دماغشون باریک و قلمی باشه که من بیام حالا دماغم که باریک نیست و بخوام با کانتور مثلا باریکش بکنم. اگه بخوام یه ذره چشممو بیشتر کنم یه رنگ تیره تر برمیدارم. اسم این رنگ چاکلته که من دارم برمیدارم، اینو برش میدارم. فقط این قسمت خط موجمو رو به بیرون یه خط این شکلی میندازم، شبیه رنگ دارم خط چشم میکشم. اولین فشار براشو میذارم روی دقیقا خط موجم، بعد به این سمت بیرون ولش میکنم، قشنگ فید و فید میشه. دیگه آرایش چشمم تمام در همین حد. میشه بیشترش کرد، تیره ترش کرد، بستگی داره. حالا من امشب خیلی رو مود آرایش چشم خیلی تیره نیستم. بعد ریمل میزنم. این شکلی میتونه همینجا تموم بشه، ولی میشم جذاب ترش کرد. هایلایتر استیکی شنل اینجوری با انگشتم برمیدارم. خیلی برق خوشگل میده. میکاپ من تمومه، فقط چیزی که میمونه یه دارم که این شکلی پف‌پفی میکنم دستم، با بالاترم اینجوری ست میشه. یه دونه اینو میتونم بپوشم. با پای ثابت همه چی تو هر حالی این باید باشه. اینکه بدنمونم پوست جوون و خوب و سالمی داشته باشه واقعا مهمه. همینجوری که هنوز روی تنمه از میستشم میزنم. با دستشم هیچ کاری نمیتونم بکنم. این باعث میشه که خیلی بیشتر موندگاری اون بوه خیلی بیشتر شه نسبت به اینکه فقط میست خالی بزنیم. بعد برقی که روی صورتمون داریم این شکلی، بدنم با همون برقو بزنه دیگه. اینجوری انگار کله مال یکیه، بدن مال یکی دیگه. از این هایلایتر فنتی میزنم. این خیلی برقش زیاده، خیلی زیاد. آخرم عطر اصلیمو میزنم، این سالارن بلک اوپیوم. و تمام. امیدوارم دوست داشته باشین. تا یه دونه ویدیوی Get Ready With Me یا میکاپ دیگه. خدافظ. بای.